رفیق میگه یه روز یه موش داخل خونه صاحب مزرعه یه تله موش دید، رفت به مرغ و گوسفند و گاو گفت که تله موش دیدم. گفتن تله موش مشکل توه، مشکل ما نیست. فردای اون روز میگه مار داخل تله گیر افتاد، زن صاحب خونه را نیک زد. مرغا سر بریدن براش سوپ درست کردن، گوسفندا سر بریدن برای پذیرایی از عیادت کننده، گاو هم سر بریدن برای مراسم ترحیمش. تو طول این مدت هم میگه موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد و به مشکلی که به دیگران هیچ ربطی نداشت فکر میکرد. گاهی وقتا تو زندگی تو خانواده یه مشکلی برات پیش میاد، اونجایی که باید پشتت باشن پشتت خالی میکنه. گاهی وقتا میبینی اولاد یک تاوان سادگی پدر را پس میده، اونجایی که باید پشت هم باشن نیستن، خودشون هم میزنن به خواب، تهش میگن این از ما نیست، ولی این مشکل مال اون خانواده. میگه فلک با 100,000 دیده حیران به کار ما و ما در خواب خرگوش. گاهی وقتا نباید خودمون رو به خواب بزنیم رفیق، مشکل خانواده مال همه است.